روز بخیر بینندگان ارجمند، در چند دقیقه بعدی درباره سفر پرزیدنت بر اوغون، تاثیر فوشکاری‌های دیسیرنت و کارهای علمی دانشمندان تاجیک، دسترسی FSB و پایگاه‌های یاندکس تاکسی، جاری شدن ویزاهای الکترونی برای سفر به عربستان سعودی، پروازهای نو در سمت دوشنبه مسکو و خبرهای دیگر میگوییم. شمار قربانیان حمله‌های موشکی روز 7 آگوست روسیه در شهر شرقی پاکروفسک اوکراین به 9 نفر برابر شد. با گفته پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در این حمله اینچنین 82 نفر از جمله 2 پسر بچه مجروح شده، یکی از این نابالغان 11 ساله در حالت سنگین قرار دارد. در حمله‌های موشکی پاکروفسک چندین بنا استخباراتی و ماموری هم خراب کرده شدند. در همین حال امروز شهرداری مسکو سرگئی سابیانین و وزارت دفاع روسیه ادعا کردند که نیروهای ضد هوایی این کشور دو درون یا هواپیمای بی سرنشین را در فضای اطراف پایتخت مسکو نابود کردند. وزارت ادعا کرد که این تلاش حمله کاری دست کیف بود و درونها در شهرهای دمدیدو و مینسک نابود کرده شدند. هفته گذشته هواپیماهای بدون سرنشین به بناهای بلندآشیانه یک مرکز تجارتی مسکو آسیب رسانیده بودند. امروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و نخست وزیر قاهر رسولزاده برای آشنایی با کارهای ساختمانی به نیروگاه برق آبی روغون سفر کردند. با بنیاد این نیروگاه که آن را ابیکت استراتژی هم مینامند، حکومت تاجیکستان امیدوار است که کشور از لحاظ انرژتیکی پررا تامین و خودکفا می شود. آشنایی پرزیدنت بیشتر با کار بینایی دروازه‌های صدموی تعمیری نقب ساختمانی قبط 4 وابسته بود که سال 2018 شروع شده است. در این باره وبسایت پرزیدنت تاجیکستان خبر می‌دهد. پیش از این با کارهای از نوسازی راه ماشینگرد روغون آبیگرم نورآباد و لایحه ساختمان راه اتومبیلگرد از نیروگاه برق آبی روغون تا نیروگاه برق آبی شوراب شناس شدند. در شرایط کمبود انرژی در نواحی کوهی تاجیکستان ساکنان به نیروگاه خرد برقی آبی توجه خاص دارند. در برنامه امروزه اخبار آزادی گزارش داریم که در جماعت سرخاصار ناحیه بلجوان تهیه شده است. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. عربستان سعودی برای تاجیکستان و 7 کشور دیگر از جمله ازبکستان و قرقیزستان نظام ویزای الکترونی یا ای ویزا جاری کرده است. اکنون برای گرفتن ویزای توریستی بسیار کاراتر و با هدف بدوباش تا 90 روزه به عربستان سعودی، شهروندان تاجیکستان می توانند به وبسایت رسمی ویزای الکترونی سعودی وارد شده عریضه خود را پر کنند. ارزش چنین ویزا $140 می باشد. عربستان سعودی که برای مسلمانان جهان مکان مهم زیارت و حج به حساب می رود، همه میزبانی میلیون ها زائران می باشد که در میان آنها تاجیکستانی ها هم کم نیستند. شرکت سامان ایر که مونوپولیست بازار هواپیمای تاجیکستان شمرده می شود، از 15 آگوست پروازها را در خط سیر دوشنبه مسکو با نشست در فرودگاه ژوکوفسکی از سر می گیرد. دفتر مطبوعات شرکت سامان ایر گفت این پروازها از دوشنبه به ژوکوفسکی هفته یک بار روزهای سه شنبه و از ژوکوفسکی به دوشنبه روزهای چهارشنبه اجرا می شود. اینچنین از 19 آگوست شماره پروازهای از دوشنبه به الماتا و از 17 آگوست از خوجند به فرودگاه دمدیدو و مسکو هم افزایش می یابد. معلوم نیست نرخ بلیط ها چی می شود، ولی تاکنون شرکت سامان ایر را برای گرانی بلیط هایش انتقاد می کنند. مونوپولی نرخ بلیط های فروشی در تاجیکستان و خیلی گران بودن آنها را بسیار مسافران چون سبب اساسی انتخاب پرواز توسط کشور همسایه ازبکستان مینامند. جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی روز 9 آگوست در نشست خبری در دوشنبه گفت در حال حاضر در کشور صدها طبیب نمی‌رسد. با گفته وزیر در مجموع در کشور بیش از 2000 طبیب و بیش از 500 همشیره طب نمی‌رسد. عبدالله‌زاده اعتراف کرد که در 6 ماه اخیر 70 طبیب و بیش از 300 همشیره طب به مهاجرت مهنتی رفتند. جزئیات بیشتر از نشست مطبوعاتی وزیر تندرستی 4 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی تقدیم می شود.
хадамоти амнияти федералии русия ё фсб шурӯъ аз 1 сентябр ба пойгоҳҳои иттилоотии яндекс такси аз ҷумла ба пойгоҳҳои хадамоти хориҷии яндекс дастрасӣ пайдо мекунад. чунин фармонро сарвазири русия Михаил Мишустин имзо кардааст. яндекс дастрасӣ ёфтани фсб-ро ба маълумоти равои таксиҳо дар берун аз русия рад мекунад. дар хадамоти матбуотии ширкат гуфтанд маълумот дар бораи равои таксиҳоро танҳо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҳамон кишваре ба даст меорад ки таксиҳо онҷо амал мекунанд. хадамоти яндекс такси дар ӯзбекистону қирғизистон бисёр серистифода мебошад. ва акнун қурби асъор барои имрӯз 9 август он гуна ки бонки миллӣ таъин кардааст. 1000 рубли русӣ имрӯз 113 сомонию 80 дирам, 1 доллари амрикоӣ 10 сомонию 93 дирам ва 1 евро 11 сомонию 97 дирам аст. ин буд чанд хабари муҳими соат. 4 соат баъд ба дидани барномаи ахбори озодӣ омода шавед. рӯзи хуб.